نه خیلی خوبه، خیلی خوب. قول بیا سری. اگه دوست دارین بدونین ما این ماهی‌ها رو چجوری میگیریم و بعدش هم باهاشون چه کار میکنیم، حتما تا آخرین ویدیو با ما باشین. بریم برای برنامه خفن دیگه. برای الکترود جیگینگ، نمیدونم برای همین جیگ کوکینی هم آره. جیگ اینجا باربوت هم داره. باربوت چه قیافه وحشتناکی داره. اون روز داشت دقیقاً مثل کات میمونه، مثل لینکات. آره مثل لینک اصلا لینکاد لیک آب شیرینه. توی این برنامه ما قراره روش ماهیگیری اون ترولینگ با قایق باشه. برای همین علی هم تصمیم گرفت یه موتور برقی برای قایقش بگیره که بتونیم این روش رو به صورت 20 صدا انجام بدیم. به مصد کانادا دی. علی الان خوشحالی موتور گرفتی؟ خیلی. ما باید 6 ساعت رانندگی میکردیم که از ونکوور برسیم به بریج لیک. یه نکته جالب تو امریکای شمالی بعضی موقع تا ساعت 11 شب هوا روشنه. همینجوری که میبینی الان حدود ساعت 11 شبه. خیلی خوب. ساعت حرکت کن. یک ما رسیدیم به بریج لیک. 1:09 دقیقه. یک کمی بارونیه ولی خب اوکیه، خیلی اذیت کننده نیست و دیگه الان میخوابیم و هلوش ساعت چند علی 5 بیدار میشیم و ارشیا اشیاء بیرون داره همه چی آماده میکنه. شما یکم برای خودت چیز میکردی، جایزیه میبردی. من نمون بالش خودم آوردم، کیسه خوابم آوردم، یه پتو اضافه هم آوردم. بچه ها زحمت میکشن وسایل آماده کنن، بچینیم تو قایق و بریم که دیگه ماهیگیری رو شروع کنیم. انشالله صبحونه هم بریم رو قایق میخوریم دیگه. خیلی خب موتور هم که گذاشتیم و یواش آماده شدیم. یه چیز جالب اینجا اتاق داره که ماهی میگیریم، داخلش میشوری تمیز میکنی، همه وسیله هم داره و همه میتونن استفاده کنن، حتی میتونی وزن کنیم اینجا. اون بس که هم بکنیم. توشه شور کن چه سویزی. ایوان چه چی گرفتی بسته سویزو. Yes. Right on. Good size. در نمیاد. اینا نه خیلی خوبه، خیلی خوب. قول بیا سری. اوه نره بیاد. نمیره نترس. وای نرفته. وایسا برو. یس بیا بزن. ایوان بیا ارشیا. این هم از مسیر 7 ساعت ترولینگ. بریم برای شام. شب قبلم که اومدیم دکالیک تقریبا نیم ساعتی فاصله داره با بریج لیک. روز دوم. علی آقا خوشحالی دیروز لکترات گرفتی؟ آره 2 تا لکترات. اینجا ماهی چی داره؟ رمبو داره، الکترود داره، کوکنی داره، بریج لیک علاوه بر اینا چیزام داره، باربوت.
چیه؟ آره چیز الکتروته. What do? Yes. Oh my God. That is that. Wow. Nice. Nice. خیلی خوب، اینم از یه سفر ماجراجویی دیگه که با کلی ماهی و هیجان و خنده تموم شد. به خدا بهترین روان درمانی و آرامش رو میشه از دل همین طبیعت گرفت. پس تا میتونیم بریم تو دل کوه و جنگل و دریا. ما سه تا هم با کلی خستگی رسیدیم کنار ماشین. این هم شد نتیجه ماهیگیری امروزمون. الانم که هیچی دیگه نمیچسبه جز غذا. سه تامون این سه تا خرس گرسنه میمونیم. راستی آخر ویدیو رو از دست ندید اگه میخواید بدونید ماهیا چی میشن بعدش. این فیلهایی که تو تصویر میبینید همون کوکنیایی که صید کردیم. چند تا روش وجود داره که شما میتونید این ماهی رو بیرون از یخچال حتی بیشتر از 2 سال نگه دارید. یکی از اون روش ها تن ماهیه. این تن ماهی بسیار خوشمزه است و اگر دوست دارید طرز تهیه‌اش رو یاد بگیرید زیر همین پست یا توی دایرکت به پیام بدید تا طرز تهیه‌اش رو براتون بفرستم. مطمئنم که عاشقش میشید.